با سلامی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، شاله گلخوج هستم. چون همیشه در ساعتی ده وقت پراگ در خدمتتون با سرخط خبرهای روز و بعد از ساعت دیگر ساعت یک برنامه خبری پیشنهاد شما می شود با تفصیلات این موضوعی که من برای شما خواهم گفت و البته با علاوه آن مطالبی که تا شروع برنامه به دست ما می رسد. عریضه شکایتی کبیرов در دادگاه شهر دوشنبه بررسی می شود. پسر محکوم شده عوضخان کبیرов مالک بازار سلطانی کبیر را ماه گذشته دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت به 8.5 سال زندان محکوم کرده بود. از بالای این حکم جانب محکوم شده به دادگاه شهر دوشنبه شکایتی کاساسیونی برده است. کبیرov شب 23 مارت در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری گردید. سبب صدمه آن بود که کبیرov با سرعت بلند ماشین را راند. همچنین موضوع سفر نخستین پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را به تاجیکستان ادامه می‌دهیم. دیروز ما به شما بینندگان عزیز صحبت مفصل جیمی فلای را پیشنهاد کرده بودیم که درباره برداشت و انتظاراتش از گفتگو با مقامات تاجیک بود. سفر جیمی فلای روز گذشته در تاجیکستان انجام یافت. تا کجا مشکل دریافت اجازتنامه کاری خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی حل می شود؟ در این باره نظری رهبر بخش تاجیکی سلیم ایوبزاد را خواهیم شنید که فعلا در دوشنبه است. روسیه قاعده‌های نوی انتقال محصولات از رستنی را در باغچه مسافران جاری کرد. در قاعده‌های نو کیلوی معین مقرر کرده شده است و میوه و سبزیجات و خشک میوه مسافران باید از این معیار زیاد نباشد. این مسئله یکی از موضوعهای صحبت ما در برنامه امروز خبری خواهد بود. در واقع یکی از اداره‌های گمرکی روسیه خبر داده است که تنها در دوام 5 روز ماه روان از باغچه مسافران از تاجیکستان حدود نیم تن مواد غذایی را مصادره و نابود کردند. روز یکشنبه مکتب بوده است. مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلام کردند که خوانندگان و آموزگاران باید 1 سپتامبر در درس باشند. این هم در حالی است که روز دانش امسال به هفته اخیر یعنی به آخر هفته راست می آید و در وزارت معارف گفتند که به جای این 7 سپتامبر استراحت داده می شود. در برنامه امروز همراه با شما خواهیم دید که مصاحبان همکاران ما در دوشنبه به این تصمیم وزارت معارف چی نظر دارم. و شرکت توجیک ایر وعده داد که از هفته آینده پروازهای خود را به پایتخت روسیه آغاز میکند. مسئولین شرکت گفتند که فروش چیپته ها الکی شروع شده است. البته ما این موضوع را پیگیری میکنیم و خواهیم دید که روز 2 سپتامبر هواپیمای این شرکت به سمت روسیه بلند می شود یا نه. ضمن توجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان میباشد که گرفتاری مشکلات سخت مالیوی است و تصمیم توجیک ایر در حال صدا میدهد که قیمت بلیط ها به روسیه در هفته گذشته بالا رفت و حتی از مرز 4000 سومانی عبور کرد. فعلا سومون ایر یگانه شرکت داخلی است که به روسیه چندین پرواز انجام میدهد. و بینندگان عزیز، من با خبرهای بیشتر از این شما رو در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت منتظر می شوم.